به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست و هرچه که نیست حکمت اوست. به نام خدا، سلام و درود به شما همراهان عزیز برنامه ایران 45. من حسین کربلایی طاهر امشب هم در خدمت شما بینندگان عزیز گرانقدر هستم. امیدواریم که بتونیم امشب هم مثل هر شب یک برنامه خوب رو تا انتها به شما تقدیم بکنیم. اما میخوام در همین ابتدای ورودم از حال و هوای جشنواره فجر 42 براتون بگم و اتفاقاتی که در روز 8 این جشنواره افتاده. بریم یه بخش کوتاهی از جشنواره 42 فیلم فجر رو با هم ببینیم. من با شما هستم. همچنان همراه شما هستیم با برنامه ایران 45 به صورت زنده و مستقیم. دارید از قاب شبکه سپه ما رو نگاه میکنید و خیلی ممنونیم که بابت همراهی شما. یک گروه سرود رو دعوت کردیم، گروه سرود ارتش فاطمی قرار هست تشریف بیارن اینجا و انشالله یک سرود زیبا رو با هم دیگه ببینیم و بشنویم. بریم یک بخش کوتاهی رو ببینیم، فاصله میگیریم و برمیگردیم.